سلام، مبینا حجازی هستم. 23 سالمه. داستان از اونجایی شروع شد که داداش من یه موتور مگلی خرید. منم تصمیم گرفتم سوار موتورشم بدون هیچ آموزشی برم برای خودم دور بزنم. همینجور که سوار شدم و یه 2 قدم با موتور رفتیم افتادیم. از اونجا تصمیم گرفتم که بیا موتور سواری رو به طور حرفه‌ای یاد بگیرم. به خاطر همین خیلی پیگیر شدم، دنبال یکی میگشتم که خیلی قشنگ بهم آموزش بده تا اینکه حریص خانم پیدا کردم. الانم دوره مبتدیم تموم شده، تصمیم گرفتم دوره آماتورم شروع کنم، چون که الان این چیزی که الان هستم و یاد دارم و واقعا قبلا یاد نداشتم. خیلی پیشرفت کردم که آماتورم تموم شد، دوره حرفه‌ای رم ادامه بدم، اگه خدا بخواد مسابقاتم شرکت کنم. بعد اینکه دم مربیم گرم که واقعا با اخلاقش، با رفتارش، با کاراش باعث میشه که من هر تایمی بگه رو بیام کلاس. دیگه ظهر باشه، صبح باشه، شب باشه، من اوکیه. و با امید روزی که همه دخترای سرزمینم که عاشق موتورن بتونن با خیال راحت سوار موتور بشن.